خوب نگاه کنید. اینجا دریاچه ارومیه است، بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان که در آستانه خشک شدن کامله. گرد و غبار نمکی تا 400 کیلومتر خواهد رفت و مردم شهرهای تبریز، ارومیه و اردبیل و جاهای دیگه مجبورن به مرور شهرشون رو تخلیه کنن. 10 سال بیشتر نمیتونیم گرد و غبار نمکی رو تحمل کنیم. شاید برای تخلیه شهر تبریز 500 میلیارد دلار پول بخواد. شما چجوری میخواین 4-5 میلیون نفر رو جابجا کنید؟ آسیب این پدیده از سیل و زلزله و آتش فشان و حتی جنگ هم بدتره. حواسمون باشه. Aydan pervinden haber aktarram Ütkin oyundan eser aktarram Can ağlam gece